تفسیر امام قرطبی را سوره نساء آیت 136 نگاه بکنین. تفسیر ابن کثیر را نگاه بکنین. این آیت در مورد مسلمین است، این آیت در مورد مؤمنین است که این آیت در مورد کسایی نیست که کفر به طاغوت نداره. کفر به طاغوت نداشته کسا، اینا کسایی هستند که اصل ایمان شکستاندند. ولی این آیت در مورد کسایی است که اصل ایمان دارن، ولی الله متعال میگه شما خو اصل ایمان دارین، ولی همین اصل ایمانتان رو دوباره تجدید بکنین، دوباره تکمیل بکنین، دوباره کوشش بکنین که زیاد شود. هدف یعنی مراد مقصد آیتی تو یک چیز است. ولی معروف راسخ متاسفانه از این آیت به اساس نمیدانم جهلش و اساس تعویلش یک استدلال کردن، ولی استدلالشان باطل بود و تعویل جهل در این مسئله عذر شده نمیتواند. این عقیده اهل سنت و الجماعت است، این منهج تمام اهل سنت از جمله منهج ابن تیمیه، از جمله منهج ابن بطه رحمه الله، از جمله منهج علمای نجد، همه اینا در این مورد اتفاق دارن و نظرشان متفق است، الا الجهمیه الا المرجئه، مگر مرجئه که اینا سخنای این بزرگوارا را و آیاتای قرآن و توجیهات به اساس شکمشان میکنند. متاسفانه پس ما والله من برای اولین بار که سخن ردیه ابو اسما، یکی از دوستای احمق، گرچند در اینجا سخنش حق است، باید اعتدال را عدل را در نظر بگیریم به اساس قرآن و سنت. وقتی من سخنش شنیدم، سخن ازی را نگرفتم، مستقیم رفتم به تفسیر 136 سوره نساء که در مورد ازی سلف ای امت، نور چشم ما، سلف ای امت، عبدالله ابن عباس، قتاده، از جمله مفسرین کرام، امام طبری رحمه الله تعالی، ابن کثیر رحمه الله تعالی، از اینا من مراجعه کردم که سخن واقعیتش بگیریم، حلش بگیریم. راه حلش اعتدالش ای است که سخن معروف راسخ و استدلالشان باطل بود و در اینجا نوع کفرشان را که کفر خطایی بود یا سبقت اللسان بود اینجا توجیه کردن و مهر تایید گذاشتن که در اینجا هرگز عذر شده نمیتوانه و باید از معروف و راسخ میخواهیم بیاید سخن خود را پس بگیره و از توجیهات باطل خود بر بگرده و توبه کنه. از سوال از ما بکنیم. سوال چنین است، گوش کنید میشه که بابا سوال وقتی که ما یک یهودی یا یک طاغوت پرست میبینیم، ما با اسم مسلمان لغتا استفاده کردن برامون جایز است یا نه؟ بله 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 بله